تو محوطه جریمه خطرناک این توپو از کنار دروازه بازیکن ختم شده پشت محوطه جریمه. یه ضربه سنگین محمد قاسم آورد برای مصطفی سعدون، ارسالش روی دروازه. ارسال برای نیرو هوایی هست، حرکت در از ضربه از راه دور توپ میزنه این بازیکن پشت محوطه جریمه. ضربه از راه دور، ضربه پشت محوطه جریمه. جاسم ضربه‌ش رو میزنه و جلو میاد پشت محوطه جریمه. تو دقیقاً به مرکز دروازه زده شد. به این اتفاقات دامن بزنن بازیکن سپاهان. همین مسئله باعث تنش و درگیری شده. نباید برای یه بازیکن که خودش رو رو زمین انداخت. مصطفی سعدون باهان شهریار مقالو اونجا تو متن این حرکت قرار داد. باید اوضاع رو کنترل بکنه محمد کریم. هادی محمدی هم اضافه شد، به خاطرش کارت قرمز بدن یا نه. وای کارت قرمز فرسته را به نیمه دوم. ضربه از راه